آقا این روزا همه لایف کوچ شدن. عجب بازی خفنیه بچه‌ها. همزمان که دارم بازی میکنم میخوام بهتون یه سری توصیه در دوست دختر یافتنم بدم. بعد بهتون بگم برای اینکه دخترام بخوان محلتون بذارن بعد شما بهشون محل سگ نذارید. اگه دوست دختر داری همین الان بریم با دوست دخترتون به هم بزنید و محل سگ بهش نذارین، ولش کنین تا خودش برگرده. اگه برگشت یعنی مال شماست. آلفا باشید، آلفا. تو مگه گیمینگ کانتنت کریئتور نیستی؟ چه توضیح مسخره به بچهای مردم میکنی؟ به هم بزن خودش برگرده. دریوریا چی میگی؟ بعد تو که از سینگلی داری میمیری خاک برسا دیگه. هر کی نداره من که میدونم. تو از گربه ماده تو خیابون عکس میگیری، با اون عکس‌ها یه ساعت میری تو همون، منو چه غلطی میکنی؟ بعد توصیه ریلیشنشیپ میدی به جوانای مردم. خب 4 تا بچه میگیرن حرفتو گوش میکنن، تو اصلا گو میخوری از این حرفا میزنی. یعنی هر کسی 4 تا فالوور یا هر چیزی داره میاد لایف کوچینگ میکنه. 4 تا پسری که تا حالا من قسم میکنم رنگ دخترم ندیدن احتمالاً میان تو یوتیوب دارن میگن مرد آلفا باشید، چگونه آلفا باشید، چه جوری برخورد کنین که دخترها عاشقتون بشن. بعد اصلا طرف مثلا گیمر کالاف موبایل ها میاد اینجور حرفا رو به تو میزنه. اما از همشون سمتر بیوتی بلاگران. با لوازم آرایش کجا داری میری؟ بیوتی بلاگر شدی؟ نه بابا، آره یعنی میخوام همزمان که آرایش میکنم یه سری پندهای آموزنده راجع به رابطه، همسریابی و موفقیت بدم به مردم. گفتم با آرایش و اینا خیلی هم مدتره، همین که گیراییش بیشتره. خدایا یعنی چی هر کی لوازم آرایش میگه دستش فکر میکنه میتونه لایف کوچینگ کنه؟ خدا چه ربطی داره؟ چرا پا تو کفش هم میکنید؟ یعنی هر بیوتی بلاگری که میبینی فالووراش از 100 تا میگذره میاد به همه به خصوص خانوما لایف کوچینگ میده که چیکار کنن تو روابطشون، تو موفقیتشون، تو جذب ثروتشون، چجوری با شوهراشون برخورد کنن، چجوری بچه‌شون رو بزرگ کنن، اصلا واکسن به بچه‌شون آقا تو بیوتی بلاگری، تو فوقش بر ریمل تبلیغ کنی. یعنی چی؟ تو میای میگی بچت واکسن بزنه یا نزنه؟ بعد از اونا بدتر مخاطبایی که اینا رو دنبال میکنن و به حرفشون گوش میدن. مثلا 4 تا دکتر میان بهش میگن ببین این دارو و این دارو برای تو خیلی بهتره. اون زنه میگه نه. شیما کاتوزیان تو پیج اینستاش گفته که این و این برای من بهتره. پس من حرف شیما کاتو، تو که فوق تخصص داری از دانشگاه آکسفورد داری گم میخوری. کاتوزیان و احمق بیوتی دارن راست میگن. هستن، من این مورد رو به چشم دیدم. بعد یکی دیگر از موارد این بیوتی بلاگرها ضد مردونن. یعنی تو تک تک ویدیوهاشون ببینی مردای ایرانی همه پشمالوی کثیف خره گوزنن، مردای خارجی بعضیاشون خوبن بعضیاشون بدن و در کل شما مثلا مردی احتیاج ندارید. شما برو واکسن نزن، ریمل منو بکن تو ریمل منو، یعنی بخر. یعنی اوج فعالیت و هنر بیوتی بلاگرام این مدلیه، اینجوریه. از اون بدتر میدونی چیه؟ اونایی که کل هنرشون این بوده که برن خارج یه دوست پسر خارجی پیدا کنن که بهش بگن آقا تو خارج ایرانی صحبت کن، من ازت ویدیو بگیرم، مسخرت کنن، ما پولدار شیم. یعنی هزار تا که نه، ولی مثلا 100 تا آدم این مدلی داریم که رفتن اونور با لبندی و هزار جو کار یه دوست پسر خارجی گرفتن، بعد با ویدیوهای اون دوست پسر معروف شدن، بعدش بیوتی بلاگر شدن، یعنی فشن برند خودشونو دارن، لوازم آرایشی خودشون میفروشن. بعد از اون اما اونا هم لایف کوچینگ میدن. یعنی همشون توصیه میکنن که مردم ایران باید چه جوری زندگی کنن. یعنی شما تو اینستا بچرخی همه با هر پیجی، بیایم صندلی ما خراب شد، با هر پیجی که بالای 350 تا فالوور وجود داره دارن توصیه میکنن و نسخه میپوشن واسه مردم ایران که چه جوری زندگی کنید. حالا باز من اینا رو هم تحمل میکنم. میدونید از همه غیر قابل تحمل تر کیان؟ اونایی که ویدیوهای ترسناک هم میذارن تو یوتیوب دارن لایف کوچینگ میکنن. این مدگل آقا، یکی بیاد مدگل من توضیح بده که کل ویدیوهاش اینه که میگه زمین صافه، ایلومیناتی میخواد ما حمله کنه، بعد سایت زده مشاوره میده، پول میگیره. بعد من اینو تو اینستا گذاشتم که میگم مردم آقا این به چه ای بابا، مردم این به چه حقی داره مشاوره میدن؟ بعد میگن دوره تو اینترنت گذرونده لایف کوچینگ. آقا طرف میره 20 سال درس میخونه، هنوز که میخواد یه توصیه به مردم بکنه استرس داره. میگه من با این توصیه هم تجربه لازم شاید نداشته باشم، زاد زندگیمو خراب کنه. این رفته یه دوره 3 ساعته آنلاین دیده مثلا تو چیز، بعد فهمیده لایف کوچینگ، بعد سایت گذاشته پول میگیره، مثلا ساعتی $200 به تو لایف کوچینگ میده. بعد تو چقدر خری که از اون لایف کوچینگ میگیری؟ اون چقدر خره؟ می آدم خل باشه بهتر از اینه که گاو باشه ولی فکر کنه آدمه. میفهمید چی میگم؟ خیلی خوب گفتم. بعد حالا ایناش بدتر از اون میدونی چیه؟ اونایی که واقعا درسشو خوندن. یعنی طرف رفته مثلا فوق لیسانس روانشناسی بالینی گرفته، حالا خودمو نمیگم،
آخه بعد مثلا طرف کلی درس داره، هزار جور کارگاه رفته، مدرک معتبر خارجی داره از کلی استاد بین المللی، اون تا میاد یه حرفی میزنه که توصیهش واقعی، همه فوشش میدن میگن چه زری بود تو زدی. این چیزا تو ایران جواب نمیده، این چیزا مال خارجه. این چیزا بعد شیما کاتوزیان گفته که اینجوریه، تو داری گو میخوری. یعنی من بینه دیدم، یعنی طرف دکتر بوده مثلا 850 تا مقاله ام اس آی داره، رفته به فلانی چیز میشه، گفتن از ساینا که با دوست پسر خارجیش تو یوتیوب ویدیو میذاره اون به من اینو گفته، اینجوری گفته. یا چه میدونم یکی دیگه هم هست، زیادن، خلاصه زیادن اینجور آدم‌ها میرن تو یوتیوب. چی بگم، چرا هر کسی که مدل بلاگر، بیوتی بلاگر، چرا بلا فود بلاگر داره لایف کوچینگ میذاره؟ من آقا مثلا یه دختره هست، اسم نمیبرم دنیا دادرسان مثلا معروف شده، حالا به هر دلیل اصلا صداش هم میگیم خوبه، اصلا طرف خواننده است، اصلا خواننده ابیش هم نباید بیاد درس زندگی به تو بده، ابی خواننده است، حالا دنیا دادرسان میاد به تو درس زندگی میده و من میبینم خودش دایرکتاشو میذاره، ملت جر میدن آفرین تو چقدر درست میگی، تو چقدر ماهی، تو چقدر شاخ. بابا چقدر ما ملت ایران آخه چقدر احساس میکنه این از هر کسی نسخه میگیریم، یعنی طرف هر کی فالوور داره مشخص. ساسی مانکن الان بیاد تو لایف کوچینگ بده تو قبول میکنی؟ این حرف ساسی مانکن رو من دکتر روانشناس بیشتر قبول میکنم. روانشناسا بعضیاشون گاون ها اوکیه، ولی ای خدا آقا یک کلام ختم میکنم، فوتبالیست، ورزشکار، خفن ترین آدمی که شما میشناسین از علی دایی تو ایران ما محبوب تر نداریم که داریم. علی دایی حق نداره بیاد به تو درس زندگی بده. تو درس زندگی میکنی بر اساس تجربه خودت و آدمایی که تو موقعیت تو بودن و کسایی که مشاوره درسشو خوندن، علمشو دارن، قبل تو به 300 تا آدم دیگه اینجور حرفا رو زدن. مگه میشه هر کسی که معروفه، هر کسی که 4 تا فالوور، اصلا حالا بعضی معروفیت‌ها واقعا درسته، 90% اونایی که تو ایران معروف میشن که آدمای علیه السلام نیستن، تو می حرف اونا رو گوش میدی، زندگی تو میدی دست اینا. آقا من به عنوان یک اسکل دلم واسه جوون ایرانی میسوزه که مغزش و عقلش رو داده دست این آدم اسکل‌تر از من. به حرف منم گوش نده. الان این ویدیو رو هم که گوش میدی به سلامت و درستی حرفای من شک کن، بگو علی داره چرت میگه، اب نداره. بهتر از اینه که فکر کنی علی چون فالوور داره مثلا حرفاش درسته. منظورم متوجه میشید؟ من خودم به سختی منظور خودم متوجه میشم، امیدوارم منظورم من تونسته باشم به شما برسونم. خلاصه که دوستان امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش و سلامت باشین، در امان باشین، نذارین با اینجور چیزا مغزتون رو بپوشونن بخونن و برای تک تکتون زندگی خوبی. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، برای دوستاتون بفرستین، به این حرفای زیبای من گوش کنن. خیلی دوستتون دارم. فعلا تا ویدیوهای بعدی. این کیس اوت.